دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ماکتابی ای محبت، به دست ماکتابی ای محبت. من آنم که حقیقت را پسندم، در این عالم محبت را پسندم. چنین زیبا پرستم زاده مادر، ملاحت را نزاکت را پسندم. عداوت دشمنی جان است و هم عمر، انیسی و رفاقت را پسندم. به آدم زیوری زیبنده باشد، شرف ننگ و شرافت را پسندم. میان قوم‌های روی دنیا اتفاقی، تنجی، وحدت را پسندم. شعاری من چنین بود و چنین هست، صداقت را، سعادت را پسندم. بله عزیزان، برنامه نوبتی آفتاب محبت از قلعه تاریخی شهر خوجند بهر شما منظور می شود و ما و شما از صحبت دلنشین و سخنهای ناب و جذاب بانوان محبت آفر و زندگی ساز که در عمارت بزرگ استقلال رشته گذاشتند و با قوه و نیروی و خیرت ازلیشان جامعه را آباد می سازند برخوردار می شویم که در حقیقت شعارشان محبت آفری، صداقتمندی و تنجی و آسایشتگی است. باید گفت که زنان و مادران تاجیک از قدیم الایام دسترخوان آرای و مهمان نواز و عزیزی مردمی روی دنیا بودند و امروز این رسالت عائله‌داری را به جوانان می آموزانند و یکی از خوراک‌های قدیمی اجدادان خیش مشپیابه که از کدو و موادهای دانگی آماده می شود پیشنهاد نمودند و دخترکان نیز الهام گرفته در نوبت خود از یک نمود آرد چند نمود سمبوسه و قتلمه و تشبیره و نانهای پیازدار و جزگی را روی سفره خیش گذاشته مهمانداری تاجیکانه را به جا آوردند. به عاشق جلوه‌ای معشوق نماید، تو در سازی ربابی ای محبت. ای زلف تو برهم زده سر مشک خطارا، ای زلف تو برهم زده سر مشک خطارا، دارد به خم عطر فشان باد سبارا، دارد به خم عطر فشان باد سبارا. مانند تو نازک بدن نیست نگارا، سیمین بدن سر قدال زارا، خوش کن به نگاه دل غم پرور ما را. ای سرو روانگاه مرا در نظر رفتی، چون سبزه سیراب به گل برگ طرفتی، گاهی به رخ سبزه گاه
تبارا از بحر دل ما بکشا بند قبارا بدل آفتابی ای محبت بدل آفتابی ای محبت به دست ما کتابی بیننده‌های عزیز و ارجمند، درود به شما. برنامه آفتابی محبت از تقدیم شما و برنامه ما مهمانان خیلی عزیز و معتبر همراه شدن. من خوش آمدید میگویم دلبر خانم و زیبونیسا، معلمی ارجمند میسره قهاری که این چهره‌های خیلی شناخته هستند. دلبر بانو از دولت روسیه آمدن و زیبونیسا از امریکا آمدن. من خیلی شادم که این لحظه هر یکی تاثیرات خویش را بابت این سر و لباس‌های ملی، خوراک‌های نیاکان ما که امروز خوشبختانه در دوران صاحب استقلالی کشور احیا می‌شوند نظر خویش را بیان می‌سازند. مرحبا معلمه. من خودم که ساحه ساختمان رو کار میکنم، همچون ساختمانچی. وقتی که ما از این دروازه در آمدیم حس کردیم که چقدر شهر خوجند شهر زیبا، شهر قدیمه، شهر زیبای ما با این دخترک‌ها میزیبند با کرته‌های اطلس، با لباس‌های اطلس و چکم. اگر هم بگیریم اگر در حقیقت زن‌های خوجند زن‌های زیبا هستند. وقتی که ما نسبت به سالهای پیشینه و سالهای قدیمه سخن میرانیم، در حقیقت زنهای پیشینه، زنهای قدیمه خوراک‌های قدیمه نقص می‌دیدند. من از همین زمره زنهای قدیمه که بسیار خوراک‌های قدیمه دوست می‌دارم، با مانند مشکی‌های کدودار، آش کچری، انا اوگرو، چون که قینوهای ما مادرهای پیشینه میگفتند که همین خوراک‌های ما می‌فرمودند، ما همین کارهای می‌کردیم. لیکن تا حال من همین کار استفاده می‌برم. وقتی کدو میشد، البته ما سمبوسی کدودیم، مشکی‌های کدودیم. این اوقات خوراک‌های با مزه. فقط خوراک با گوشت با مزه نمیشد. کدو کردیم. وقتی که در خانه شوهر گوشت نآورده است یا همون روز در خالصینی گوشت نیست، ما زنها نباید حیران مانیم. کچری و چی در کار؟ موش، برنج، روغن، قطیق. این خوراکی بسیار بامزه. لیکن پختنش هم این است هم قیمتر و از لبیده باید که کس نرود و یک کفته استادن در کار. من همین خیلی میخواهم که در آینده من این دخترکو اویله میکنیدم، شوهر میبرایدم، همین خوراکای اگر سر کنیدم، همین مادرای و مادر کلانی همون خانه بسیار خرسند میشن که این کلی پاشای من چونی خوراکای میتونستیم. من یکی مثال میبرم، نویره کلی من مکتب روسیه تمام کردگی، اینستیتوت بازرگانی روسیه تمام کردگی. وقتی که کلی شده اومدن، من با وکس خوراکای قدیمی فرمودم. گفتم آیا شما میتوانید همین کار کده؟ وکس گفتن که میتوانم، میبینم، مسئولیت میپرسم. همین توانستن کچری هم کردن، مشکی‌های کدودار هم کردن، سمبوسی کدوگین کردن که من حیران موندم که دخترکو این نگفتنی که مکتب روسیه تمام کرده است و اینستیتوت بازرگانی روسی، لیکن انیخ خوراک‌های میتونن سمبوسی‌های کدوگین. بر همین شما در آینده وقتی که اویله داری میکنتون انیمین کرته‌های اطلس پوشیده، رو حولهای رفته، خوراک‌های بالا زده میکنتون که اما کو قین و شوهر اشها میندار میشن، خرسند میشن. این آینده ما اگر ما زیبا زندگی کنیم، خرسند زندگی کنیم، در اون وقت اویله ویران نمیشد. همونطور میازر خان اویله ویران نمیشد، اویله وقت میشد، مستحکم میشد. انیمی خیل باید که ما خوجنده و دیگر جاها معرفی کنیم که شهر خوجند شهر بستانی، شهری بسیار زیبا، زنهاش هم زیبا، دخترهاش هم زیبا. این موهای دراز، کرته‌های اطلس با همه میزیبند. خوجند همین عرف و عادت و عنعنه‌های نیک اویله‌داری خودش را داشت. احترام با پدر و مادر و شوهر و من فکر میکنم که جوانهای ما نیز در آینده وقتی که اویله بیدار میکنند، مخص همین ارزش‌های اویله نیک اویله‌داری از
پدر و مادر و بابای و بیبی آمیخته یک عائله نمونوی بنیاد میکنن، یک عائله خوشبخت بنیاد میکنن که ما به این طرح قابلی فمینیست داریم. البته امروز مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت شهر خوجند اقدام خیلی نیک پیش گرفتن که به همین توسط چاره‌بینی ها، همایش ها و هم آمدن های زنانی برویمند دیار دخترکان ما آیله داری، پخت و پست، طرز لباس پوشی، قدر کردن عزت و احترام کلان سالان را می آموزند و باشد که جوانان ما آینده ساز ملت باشند که ما افتخار کرده باشیم. البته معلومه عزیز هر یک محفل هایی که امروز با اشتراک زنهای برویمند با اشتراک دختران جوان برگزار می‌گردد شهر خوجند بیشک همون میدونم که شهر قدیمی است. نمونه در اساس دستور سفارش های رئیسی ولایت سوخت محترم جواد احمدزاده عنعنه عرف و عادت های خوبی محله داری و همسایه داری نیز ما باید به جوانان امروز آموزیم گفته گذاریم، زیرا شهر خوجند با همین عرف و عادت های خودش محبوبیت و معروفیت پیدا کرده است که بیشک هر مهمانی که امروز وارد شهر خوجند میشوند با دیدن شهر خوجند، با دیدن سیمای زیبای امروزی شهر خوجند یک مفتون میشوند. هم شهر خوجند امروز شهر سیاحان گردیده است. با دستور و سفارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ماست در دوران صاحب استقلالی کشور امروز شهر خوجند در برابر دیگر شهرهای مملکت رشد کرده ایستاده است، آباد و زیبا گردیده ایستاده است، بناهای زیبا قامت افروخته ایستاده است. امروز راه‌های و پل‌ها بنیاد گردیده ایستادند. چقدر کارخانه‌های صنعتی، همه این آبادکاری بنیادکاری ها البته در اساس دستور سفارش و نشاندادهای رئیس ولایت سوخت محترم جواد احمدزاده روی کار آمده ایستاده است و تمام همشهریان، تمام خوجندیان عزیز خانه آبادی، روزگار آغاز و آسایشته، پیشرفت و شکوفایی، صلح و آرامی و تنجی و فعالیتشان برای کامیابی ها آرزو میکنیم. ای ماهی بلند، ای ماهی بلند کجا روانی، گاه به زمین و آسمانی، ای ماهی بلند کجا روانی، گاه به زمین و آسمانی، من عاشق آن حسن و جمالت، من عاشق آن حسن و جمالت، تا کی تو به چشمی من نیهانی، تا کی تو به چشمی من نیهانی. پیوسته تو در هوش و خیالم، معشوقه خوب و خوش جمالم، پیوسته تو در هوش و خیالم، معشوقه خوب و خوش جمالم، باری تو بیا بشین کنارم، باری تو بیا بشین کنارم، ای سروی بلندی به مثالم، ای سروی بلندی به مثالم، ای ماهی بلند، ای ماهی بلند کجا روانی، گاه به زمین و آسمانی، من عاشق آن حسن و جمالت، من عاشق آن حسن و جمالت، تا کی تو به چشمی من نیهانی، تا کی تو به چشمی من نیهانی.
چشمم برهی آمدن اچار با جان و دلم تو را خریدار چشمم برهی آمدن اچار با جان و دلم تو را خریدار با آمدنت به پیش عاشق با آمدنت به پیش عاشق تو نور بیاری در شبی تار تو نور بیاری در شبی تار ای ماهی بلند ای ماهی بلند کجا روانی گاه به زمین و آسمانی ای ماهی بلند کجا روانی گاه به زمین و آسمانی من عاشق آن حسن و جمالت من عاشق آن حسن و جمالت تا کی تو به چشمی من نیهانی 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 و دستی ماکتابی ای محبت دخترکوی عزیز نازنین ما امروز ما در حومه ادرسباغ قرار داریم و شما چقدر که دیده استادید امروز دخترکی ما بلافر بانو ادرس گفته استادیم که نام این بحساب می باشد این هنر ارزیابی است از قدیم و ایام زنها و مردهای خوشنشری باستانی با هنر هنرمندی خود مشهور بودند و امروز در حومه نیز هر حوله هنرمندی وجود دارد که یکی از این حوله ها حوله بافنده می باشد. عموما هنر به کس ابرو می دهد به کس درست داشتنی هنر و هنرمندی می آموزد درست داشتنی زیبایی می آموزد و بغیر از این هنر به ما ابرو شرف و وجود عالم هم فایده می آورد خصوصا زنها. من دخترکان عزیز زیبونیسا رستم‌ور این نام برای شما شناس است چمپیون جهان آیید به کمانوری زیبونیسا امروز فعالیت دخترکان را فعالیت بانوان ما را چگونه بهاگذاری میکنید و البته در دوران صاحب استقلالی کشور دخترکان آزاد هستند زنها آزادانه کار و فعالیت میبرند و با دل خواست سمتی خود یعنی آموختن کسب و هنر آنها مشغول میشوند. نظر شما که جهان گشته هستید دنیا دیده هستید امروز در امریکا حتی در آلمان البته سفر میکنید میخواستم که بهای شما را بحری دخترکان ما فهمیده باشید و دخترکان هم آرزو کرده باشند که مثل شما چهره‌های شناخته شوند در آینده. من از باید سر کنم به نزدیکی همینجا اپرای رودکی شودگی بود و میدونید چقدر حسیات یک افتخار بود برای من که در همین قلعه خوجا همین اپرای رودکی رو نشون دادن اپرا و بالت و غیر از این گفتنی هستم که من وقتی که از امریکا اومده استودم در عراق مسابقه بود. عراق رو میدونید که این واویلون اول دولت همونجا پیدا شده است و وقتی که در همون استادیونی که ورزشگاهی که ما در مسابقه اشتراک میکردیم قلعه قدیمه خوجند رو دیدم و میدونید همین خوجند ما در تاریخ همون دولت ها هم هستن همچون یک دولتی و قدیمه و این یک افتخار هست و امروز میبینید که شهر ما هر روز بسیار زیباتر شده ایستاده است و من خودم خوجند رو دوست میدارم چون که همون باغچه‌های قدیمی که وقتی که پنجشنبه میرم پیاده میرم
чунки фикр мекунам ки дар ҳамин ҷо чӣ гӯям авлоди мо масалан аз ҳамин кӯчаҳо мегузаштанд ва як ҳамахи қувваи бузургро мебинам дар ҳамин ҷо ва мехоҳам ки ором бошам, мехоҳам ки як бонҳо як чӣ гӯям ҳис мекунам ки ҳамаҳоам аз ҳамин ҷо аз ҳамин кӯчаҳои хурд мегузаштанд ва чӣ хел зиндагӣ мекарданд ва имрӯз мебинам духтарои моро пеш духтаро медонистедон ки баромада ҳам аз хона наметавонистанд имрӯз духтарои мо озод ҳастанд ҳама духтарои мо хушрӯй имрӯз мавқеи бонуҳоро дар тоҷикистон бинем ки аз ҳама баланд ҳаст ва мавқеи ҷавонон ҳам имрӯз мо бовар мекунем ки ҷавонон ояндаи мо ҳастанд ва кӯшиш мекунем ки ба шумо тамоми он чӣ ҳунарое дорем он чӣ дорем ҳамонро ба шумо тақдим намоем ёд диҳем то ин ки шумо давомдиҳандаи кори мо бошедон то ин ки шумо тавонедон ки ҳамин хуҷанди бостонӣ тоҷикистони моро пеш баретон ва албатта мехоҳам ки ҳар яки мо саломат бошем лекин саломатӣ ин дар варзиш аст бинобар ҳамин ҳар яки шуморо мехоҳам ки варзиш дӯст бошедон камонварӣ ҳам ин як намуди ҳам суннатӣ ҳам ниёгонӣ ҳаст барои ҳамин ҳар як фарди тоҷик бояд ки камонандозӣ карда тавонад ба ҳамаи шумо музаффариятҳо барори кор орзу менамоям хушбахту саломат бошед духтарои یارا بین درد دل و فرقت جانان تا کی یارا بین درد دل و فرقت جانان تا کی در دلم بار فراق و غم خوبان تا کی در دلم بار فراق و غم خوبان تا کی چرخ و غم هجران تا کی بر من این غصه چرخ و غم هجران تا کی رنج بیابان تا کی کی به جان آمدم این رنج بیابان تا کی دل برا کار دلی خسته غمگینی کمان دل برا کار دلی خسته غمگینی کمال همچو حالی سری زلفی تو پریشان تا کی همچو حالی سری زلفی تو پریشان تا کی یارا بین درد دل و فرقت جانان تا کی یارا بین درد دل و فرقت جانان تا کی دلم بار فراق و غم خوبان تا کی در دلم بار فراق و غم خوبان تا کی در دلم بار فراق و غم خوبان تا کی در دلم بار فراق و غم خوبان تا کی بانوان ارجمند دلبر
اکادمیا یکی از چهره های شناخته چهره ماندگار که سالیان زیاد همراه ما فعالیت بردند، روزنامه‌نگار حرفه‌ای هستند و امروز توسط همین برنامهشان تاجیکستان را به جهان معرفی میکنند و دولت روسیه معرفی میکنند و آلمان معرفی میکنند و من میخواستم که بیشتر سخن را به دلبر اکادمیا دهم. رحمت خدیبونو منم خیلی خورسندم که امروز همه خیلی شد که ما وخوردیم دخترم. من چی میگفتم؟ که اینجا زبطید زبانی روسی که من نخستر میفهمونم فکرم. شما همونطور میدونید زبانی روسیه. Худжант всегда славился культурой, высокой культурой. Как мне нравятся наши девушки, которые, приложив руку к груди, говорят: "Хубшудас, ассаламу алейкум, шмонавзми, турусми, я кончонда хаминчизнис". Месть, хамин барой ман, визитная карточка. Это для меня мой город. Где бы я ни была, я всегда говорю, а в Худжанте лучше. Так же, как сейчас глаза Зепенесо у меня наполняются слезами. Где бы я ни была, я везде знаю, что наши блюда везде и всегда вкуснее. Их любят люди всех национальностей. Потому что это горячая пища, корми, любовь, дружба, желание всех любить. Вот это самое главное в Худжанде. Я очень хочу, девочки, чтобы мы это не утеряли. Чтобы вы были не только так красивы, так хорошо одеты, но и вот это удоб, вот эта улыбка не сходила с ваших губ. Видите, какая тюбетейка? Я надену ее, не боюсь, идет, не идет. Даже встану. Очень красивая, элегантная одежда. Я за этнику, я за то, чтобы везде, весь мир знал нашу узор, знали нашу вышивку. Кстати, в Германии, откуда я недавно приехала, везде узор наш, таджикский, платья, каждодневные, блузки шелковые, нашим узором выбиты. Я гордилась. Вперед! оставаться на высоте! رقصی تو گر سبکی اجازه است در روی زمین، بهر من یک سبکی پرواز است سوی آسمان. رقصی تو هرچند بهری بیغمان، یک دل خوشیست دام. بهر من یک عالمی درد است، دردی به امان جان. میزنی با پنجه هایت صوتی بشکن بشکنه، میتراود از دلی من آه و واهی شیونه. میزنی با پنجه هایت صوتی بشکن بشکنه، میتراود از دلی من آه و واهی شیونه. چوتابی زندگیست، هر نگاهی تو سوالی به جوابی زندگیست. به چوتابی کاکلانت به چوتابی زندگیست، هر نگاهی تو سوالی به جوابی زندگیست. رقصی تو یک صحنه ای افسانه ای دل بستن است، یک تلاش از جهانی ما و من واراستن است. میزنی با پنجه هایت صوتی بشکن بشکنه،
میتراود از دلی من آهوای شیونه میزنی با پنجه هایت صفی بشکنه میتراود از دلی من آهوای شیونه گرچه به آواز میرقصی به گوش آوازی توست پرده دل پرده های چشم پای اندازی توست شوخ چند و مست و مغروران قدر نزدیکی از دور روی صحنی این دلی من صحنی اجازی توست میزنی با پنجه هایت صوتی بشکنه میتراود از دلی من آهوای شیونه میزنی با پنجه هایت صوتی بشکنه میتراود از دلی من آهوای شیونه با دستی ماکتابی ای محبت هر گاهی که ما از کوچه های شهر خوجند گذر میکنیم از کنار رود سیر میگذریم و بیناهای بلند آشیانه که امروز قامت افراخته حسن خوجند باستانی را باز هم زیباتر کردن دیده میدوزیم. شکر میکنیم که ما آزاد هستیم. صلح وحدت در تاجیکستان ما تنتنه دارد و کشور ما باز رو به ترقیات و آبادی نهاده است و باز در کوچه ها گذر میکنیم و دخترکان و بانوان لباس ملی ببر اطلس و ادرس چکمه های گلدوزی را میبینیم و شکر میکنیم که این ملت کهن بنیاد چقدر عرف و عنعنه و عادت قدیمه و بای دارد. برای این عنعنه و عرف و عادت را نگاه داشتن همه ما باید که موظف باشیم. پاسدار این عنعنه نیک نیاگان خویش باشیم که از قرن‌های دور به ما رسیده است. ملت تاجیک ملت کهن بنیاد است. ملت تاجیک از ازل ملت تمدن آفر، صاحب کتاب، صاحب معرفت، صاحب علم است و زن تاجیک زنی با شرم و حیا با عفت و بناموس پاسدار عنعنه و پاسدار عائله و عائله‌داری است. بخصوص بانوان خوجنده از دیگر مناطق کشور به کلی فرق دارند. آنها آزاده هستند، آنها صاحب خانه هستند، خاندان خود را پاکیزه و تازه نگه می دارند و هر سحر وقتی که من به کار می آیم از کوچه درگذر می شوم صبح بر وقت عروسکان در پیش دروازه را آب زده رفتند، خانه در خود را پاکیزه نگاه داشتند، مهمانان را گرامی می دارند و خسور و خوشتامنها را احترام می کنند. ولیکن کمبودی در همه جا هست در بعضی عائله ها. برای برطرف نمودن آن کمبودی ها ما باید که اهلانه و اتفاق باشیم و این نام و آوازه خوجند را باید به گوش جهانیان رسانیم که این شهر زیبا و در کنار سیحون رود که عصرهای عصر شکوفا است و همچون تیراز جهان در تاریخ و ادبیات شناخته شده است، باید آن را ما باز زیباتر گردانیم. با کار خود، با نام نیک خود، با مهارت و مدنیت و شهرداری و شهر آرایی خود. من
تمنا میکنم که این شهر زیبا، این شهر قدیمه، این شهری که به تاجیکان و تاجیکستانیان هزاران هزار عالمان و عارفان و شاعران و هنرمندان و معماران را تقدیم کرده است، همیشه همین خیر سبز و شکوفا باشد و آوازدار باشد و تمنا میکنم که همیشه صلح و امانی پایدار باشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ملاقات نوین خود در امریکا در شهر نیویورک یک پیشنهادی کردن به جهانیان صلح را. ببینید ما افتخار میکنیم که یگان کشور دنیا صلح را چون ما طرفدار و چون ما خواستگار نیست. ما تاجیکان همیشه صلح میخواهیم، دوستی، آبادی، آسایشتگی و همیشه آباد باشد خوجندی ما و مردمش خوشبخت. سروی دلارا گذشت، نرگسی شهلا گذشت، سروی دلارا گذشت، نرگسی شهلا گذشت، دیده دل ها گذشت، زیبی تمنا گذشت، زیبی تمنا گذشت. ببر تاقی زرباف بسر کرتی اطلس ببر چون گل سعد برگتر دختری زیبا گذشت، چون گل سعد برگتر دختری زیبا گذشت. دلی ما گذشت، با اشوه دل بری درد دلی ما گذشت.
نرگسی شهلا گذشت دیده دل ها گذشت زیبی تمنا گذشت دیده دل ها گذشت زیبی تمنا گذشت دختری زیبا گذشت با دست ماکتابی ای محبت. بزرگی و قیاس ناپذیر بودن انسان را هنوز وقتی در گهواره بودن طفل مادر ترنم می کند. با سرودهای جاویدانه الله‌اش تمامی آرزوی و آرمان و امید و نیتهای پاک خویش را از روزگار و پیکار آینده فرزندانش بازگو می نماید. به نورش گرچه این خورشید خاور فرا گیرد جهان را سراسر نمی گردد ولیکن آن برابر و این پرقوتی با مهری مادر. فقط مادر به هر گرما و سرما همیشه در سری گهواره ما نکرده میشه ته نشسته شبها کلام کرد اچو جان بگرفته در بر. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دست دعای مادر بشنید اگر صدایم دنیای سخت گشان انگیزه است شاید از الله‌های مادر. فرزندای عزیزم، دخترکای مهربانم، زمزمه سرود علیه مادر این جان بخش و نیروی فرزند یعنی کودک است. باید که هر یک زن، هر یک دختر این سرود علیه مادر را یاد کرده باشد. امروز من برای شمایان کمتر یک وصف کودک یعنی که علیه خویش را هدیه می سازم. الله گویم الله یا فرزند جانم الله یا ای کودک شیرین من خوابت برد الله یا کلچه ماندم بر سرت همچنان عزیز باشی نام نکت گذاشتم من تا که نام بردارم شوی الله گویم الله یا فرزند جانم الله یا الله از تو امیدم کلان رس به دور نورسی در دم پیری پدر مادر عصای دستانم شوی الله گویم الله یا ای کودکی بهتر از جانم الله یا الله یا الله. تشکر مادر جان، شما خیلی علیه زیبا را خواندید. گرچند من از مهر مادر در سن 4 سالگی محروم ماندم، کودکیم را به یادم آوردید. من حالا میخواهم گرچند شعرم نه چندان خوب است برای شما پیشکش میکنم. سرم را بر سر زانو نهادم، دم هم وای نستاده سخن کردم. تو گفتی جانی من جانانی من باش، بیست وقتی سخن پروانه ام باش.
ای محبت به دل آفتابی ای محبت به دست ما کتابی ای محبت به دست ما کتابی ای محبت